با مناسبت 27مین سالگرد روز وحدت ملی در کاخ فرهنگ شهر پنجکند جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. چاره‌بینی ایدانه با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت آصف خان شریفزاده پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب بای احمدزاده را با مناسبت روز وحدت ملی قرائت نمود. با کمال افتخارمندی به شما پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب بای احمدزاده را قرائت می نمایم. همدیاران عزیز، با عرض احترام و صمیمیت افزون کل باشندگان ولایت را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با فرارسی روز وحدت ملی صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان سلامتی، سعادتمندی و در زندگی کامیابی های بی‌نظیر تمنا می نمایم. شایسته ذکر است که مردم شرفمند ولایت سالگرد 90 روز وحدت ملی را که پدیده نادر و دستاورد بی‌نظیر دوران صاحب استقلالمان محسوب می‌یابد، با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور و سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای ارزنده مهنتی استقبال می‌گیرند. سال روان در پرتو سال معرفت حقوقی محتوای مقررات سندهای معیاری حقوقی که در کشور عمل می‌کنند بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان وسیع ترغیب می‌گردد. اطمینان است که تقویت معرفت حقوقی جهت تحکیم وحدت ملی مساعدت خواهد نمود. پیشوای ملت به مورد ذکر نمودند ما تاجیکان تاریخاً ملت فرهنگی و خلق صلح پرور و صلح آفر هستیم. امروزها تجربه صلح تاجیکان از جانب جامعه جهانی چون پدیده نادر فرهنگ صلح آفری پذیرفته شده، جهانیان تشبس‌های تاجیکستان را دایر به حل مسائل مهم منطقه و جهان استقبال می‌نمایند. مورد ذکر است که تاجیکستان دوام نزدیک سالهای صاحب دولتی در سمت بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی، یگانه و اجتماعی به موفقیت‌های نظررس نائل گردیده، سالهای آخر مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون استحصالی و اجتماعی وسعت تازه کسب نموده است. در این مورد با تعبیر پیشوای ملت بلند برداشتن سطح معرفت اهل جامعه، جلب کردن جوانان به کتاب و کتابخوانی، هنر آموزی، ورزش، با شغل فرا گرفتن قشرهای مختلف جامعه، با مشغولیت‌های مفید فرا گرفتن جوانان، با چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی پر کردن فضای خالی اطلاعاتی مهمترین راه‌های پیشگیری گرویش از پدیده‌های نامطلوب میباشد. از سرچشمه‌های تشکل تمدن بشری خلاصه نمودن جایز است که مفهوم‌های استقلال و وحدت و صلح نعمت‌هایی هستند که آنها برابر رشد اقتصاد و فرهنگ و اجتماعیات تا چه اندازه دستاورد نادر برای خلق و ملت محسوب می‌یابند. بیگزار از فیض و برکت وحدت ملی کشور عزیزمان باز هم پیشرفته، مردم کشور نصرتیار و بخت و سعادت همردیف زندگی هر یک باشنده تاجیکستان باشد. روز وحدت ملی برایتان فرخنده و خجسته باد. همدیاران عزیز، رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند مردم سربلند پنجکند باستانی را با این سنه فرخنده تبریک نموده اظهار داشت که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشیشان اظهار نمودند. ما وحدت ملی را در برابر استقلال دولتی یک رکن مهم دولتداری و شرط اصلی پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان می‌دانیم و برای تقویت، تحکیم، استواری و تکامل من بعد آن با دستگیری مردم سربلندمان همه تدبیرهای ضروری را می‌اندیشیم. حاضرین گرامی، امسال مردم شرفمند تاجیک از جمله ساکنان شهر پنجکند باستانی 27 سالگی روز وحدت ملی را در فضای صلح و ثبات کامل و با شکرگزاری از سیاست صلحجویانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
محترم امام علی رحمان با شکوه و شهامت خاص تجلیل می نمایند. زیرا محض در همین سنه یعنی 27 ایین سال 1997 با تلاش های فرزند فرزانه ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان استقرار صلح و رضایت ملی در کشور به دست آمد که از مهمترین رویداد تاریخی به شمار می رود. با عباره دیگر وحدت ملی تاجیکان نیروبخش استقلال دولتی ما بوده، دوام 27 سال سپری شده در رشد اقتصادی، اجتماعی و مدنی کشور خورشیدی ما نقش مهم بازیده موقع تاجیکستان را در عرصه جهانی استوار گردانید. اصلا واژه‌های صلح و وحدت برای هر یک ملت مفهوم مقدس و گران ارزش به شمار می رود. در تمام دوره‌های تاریخ مردم تمدن آفر تاجیک محض با وحدت و فرهنگ والا بقای خود را تأمین کرده است. در زمان صاحب استقلالی کشور صلح و وحدت مهمیت خاص را کسب نموده، عامل مهمترین ثبات و آرامی، اقتصادیات و اجتماعیات و تأمین زندگی شایسته مردم قرار گرفته است. از همین جاست که صلح و وحدت ملی در برابر استقلالیت دولتی نعمتی بی‌بها و مقدس و ارزشمند می باشد. هر یک فرد تاجیک باید فراموش نسازد و افتخارمند از آن باشد که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح‌دوست، فرهنگ پرور، تمدن آفر و سازنده و بنیادکار می باشد. تاریخ بار دیگر اثبات نمود و جامعه جهانی به خوبی درک نمود که ملت تاجیک ملتی کهن بنیاد، تحملگرا، با ننگ و ناموس، عدالتخواه، بنیادکار و زحمتکش و دارای خرد ازلی بوده، با همین صفتهای عالی در جهان احترام و اعتراف گردیده است. محض به شرافت پایداری صلح و وحدت در جامعه هویت و اصالت ملی، اندیشه ملی و خودآگاهی و خودشناسی ملی پابرجا گردیده، افتخار ملی هر یک فرد جامعه بیش از پیش احساس می شود. همین طریق صلح و وحدت ملی برای خلق تاجیک به صفت نعمت بی‌بهای نسل‌های امروز و آینده پذیرفته شد. در این بابت زحمت و تلاش‌های فداکارانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان هیچگاه نباید فراموش ساخت. زیرا پاس داشتن مرحله‌های مهم و تقدیرساز ملت و دولت تاجیک و شخصیت‌های تاریخی و وطنپرور آن خود پاسداری گذشته، امروز و فردای دولت را افاده می‌نماید. حاضرین گرامی، قابل ذکر است که کنسپسیون صلح آفری و به دست آوردن وحدت ملی تاجیکان با سروری بی‌واسطه فرزند فرزانه ملت پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان برای اهل جامعه جهانی به صفت نمونه نابغوی صلح پروری و دولت سالاری پذیرفته شده. تجربه به دست آوردن صلح میان تاجیکان نه تنها اهمیت ملی بلکه بین المللی دارد، زیرا چنین روند به صفت مثال بی‌نظیر برای حل و فصل مشکلات صلح و وحدت ملی ممالک منطقه‌های گوناگون مساعدت کرده می‌تواند. مرحله‌های مهم تجربه سیاست صلح‌جویانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در جاده تأمین صلح و وحدت ملی در مورد به وطن برگردانیدن شماره زیادی گریزه‌ها، اینچنین تشکیل همگرایی اجتماعی آنها از طرف تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ منطقوی بین المللی واقع بینانه ارزیابی شده، همچون نمونه نادری صلح آفری اعتراف گردیده است. معمار صلح تاجیکان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان وعده خویش را صادقانه به اجرا رسانیده، در مدت خیلی کوتاه هزاران نفر فراریان را به وطن برگردانیدند و برای رسیدن به آشتی ملی زمینه‌های با اعتماد گذاشتند. لازم به تاکید است که تا نائل شدن به صلح و وحدت ملی
و با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی یعنی 27 سال 1997 پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان همچون راهبر دولت صدها مراتب مراجعتنامه، خطابه، سخنرانی‌های رسمی، مصاحبه‌ها و تبریکات کرده در همه آنها به واسطه از دوستی و صلح و وحدت ملی یادآور شده مناقشه و جنگ را محکوم ساخته کوشش متحد کردن ملت را پیوسته دنبالگری نمودند. با شرافت امضای این سازشنامه تاریخی در جمهوری تاجیکستان مرحله نوی رشد اقتصادی و اجتماعی و احیای فرهنگ ملی آغاز شد. در مدت کوتاه جهت اجرای هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تأمین امنیت آذوقه‌واری و صنعتی کنونی با سرعت کشور کارهای عظیم به اجرا رسانید. حالا نیز در این سمت‌ها تطبیق ده‌ها لایحه‌های نوی سازندگی با مرام جریان دارد. همدیاران ارجمند باعث افتخار است که مجموعه سازمان ملل متحد تشبس‌های تاجیکستان را درباره اعلان نمودن 21 مارس روز جهانی پریخ‌ها، سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و 25 می روز جهانی فوتبال را جانبداری نمود که در زمینه این پیشنهاد تشبس‌ها جامعه جهانی تاجیکستان را همچون کشور تشبسکار در عرصه بین المللی شناخت و اعتراف نمود. قابل ذکر است که پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان به شهر باستانی پنجکین مردم زحمت پیشه آن توجه مخصوص ظاهر نموده بارها با مقام تاریخی و فرهنگی و سهم تمدن آفرینی پنجکینتی باستانی بهای ارزنده دادند. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی‌هایشان قید نمودند که شهر پنجکین همچون یکی از مرکزهای تمدن و فرهنگ و علم و معرفت خلقمان و زادگاه اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سلطان شاعران عجم استاد ابو عبدالله رودکی واقعا مایه افتخار و سرفرازی ما تاجیکان می باشد. با اعتماد کامل ابراز می نمایم که مردم باننگ و ناموس این شهر باستانی با زحمت سازنده و اقدامات بنیادکارانه دیار خود را در آینده نزدیک به یکی از گوشه های آباد و پیشرفته کشور و مکان زیبای سیر و سیاحت تبدیل می دهند. واقعا در این مدت کوتاه با شرافت صاحب استقلالی و وحدت ملی تحت نظارت بی‌واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در برابر دیگر منطقه‌های مملکتمان شهر باستانی پنجکین خیلی آباد و زیبا گردید. برای استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بیش از 1000 انشاءات جشنی و نقشه گرفته شده است. همین طور راهی طی کرده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان برای خلق تاجیک همچون شخصیت برجسته تاریخی ملت در آن ظاهر می گردد که در بنیاد نظام دولتداری تاجیکستانی صاحب استقلال برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی با دست آوردن صلح و وحدت ملی سهم بی‌نظیر گذاشته در اعمار دولتی صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی نقش ارزنده داشته ملت را از پراکندگی دولت را از نیست‌شوی و خلق را از جنگ شهروندی رها ساخته در رشد سیاسی اقتصادی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی دولت مستقل تاجیکستان خدمت‌های بزرگ تقدیرساز نمودند. بار دیگر روز وحدت ملی را با مردم دیار باستانیمان و مهمانانی که به شهر باستانی پنجکین دیدن میکنند صمیمانه تبریک و تهنیت گفته اطمینان کامل دارم که مردم دیارمان برای عملی سازی راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастурҳои раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода дар самти вусъати корҳои ободониву хуррамгардонӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон саҳми арзандаи хешро мегузоранд. рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз. барномаи ҷолиби фарҳангӣ ки ваҳдати миллӣ, сулҳу салоҳ ва ободию осудагии ватани азизамонро таҷассум менамуд, анҷомбахши ҷамъомадӣ тантанавӣ буд. тоҷикистон давлатат поянда бод, офтоби ваҳдатат рахшанда бод, хонадони мардумат обод бод, ифтихору шӯҳратат поянда бод. ҳоло барномаи фарҳангию фароғатии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакентро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ манзури шумо мегардонем. расида даври ваҳдатат, аё ватан, аё ватан, муборак ин саодатат, аё ватан, аё ватан. чӣ давлати ҷавону пир, чӣ содаиву беназир, зиёда бод давлатат, аё ватан, аё ватан. шарорасон шарат гузашт, чӣ офат аз сарат гузашт, бимонд он шарофатат, аё ватан, аё ватан. чӣ заҳмату чӣ ранҷҳо кашидаи барои мо, фидои ранҷу заҳматат, аё ватан, аё ватан. фидо сари азизи мо, ҷаҳони бахтхези мо, ба сурату басиратат, аё ватан, аё ватан. хитоби ту барои мост, китоби ту раҳои мост, ҳакими мост ҳикматат, аё ватан, аё ватан. давои хуби дастрас барои зодаи ту бас, табобати табиатат, аё ватан, аё ватан. кам аз ягон ҷаҳон мабод, диҳизи тифлакон мабод, канори пурмуҳаббатат, аё ватан, аё ватан. туро барад вафои мо, чӣ беҳтарин раҳи раҳо, зи ваҳдатат ба қудратат, аё ватан, аё ватан. ваҳдат муқаддастарин вожа барои ҳар як қавму миллат аст. маҳз ваҳдат метавонад барои инсонҳо дастовардҳои бузургро насиб гардонад. ваҳдат ба ҳам омаданҳо, аз қатраҳо ба дарёҳо табдил ёфтанҳо, худшиносӣ, ҳуввияти миллӣ, таъмини умри дарози соҳибистиқлолӣ ва пойдории абадии давлат аст. сулҳу ваҳдат бароямон дастовардҳои бузургтарин буда, барои ҳимоя ва пойдору устувор мондани ин арзишҳои муҳим минбаъд низ саъю талоши худро равона менамоем ва ин неъматҳои бузургро чун гаҳвараки чашм эҳтиёту ҳифз мекунем. расидан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ яке аз нахустин дастовардҳои таърихӣ ва арзиши муқаддаси оғози даврони истиқлол мебошад, ки танҳо бо майлу хоҳиши мардуми сулҳхоҳу таҳаммулгарои тоҷик муяссар гардид. сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои мо ҳамчун арзишҳои муқаддастарин қадру қимати бузург доранд ва ҳифзу таҳкими онҳо вазифаи ҷониву имонии тамоми халқи мамлакат мебошад. офтоби бахт дар маъвои миллат ваҳдат аст.
زندگی رود است اگر مجرای ملت وحدت است. با دل خود همزبان بودن نشان آدمی است. خویش را دریاب چون معنای ملت وحدت است. روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان مبارک.
شکر تو. از رودکی شنیدم آمد عمری جا بیدار از بو علیسی نرسید آمد دردی هر زمان عمری ابد دریافتم از نامم گذشت عمری ابد دریافتم از نامم گذشت در آستانم آسمان در تاریک زرتاجی پیام در آستانم آسمان در تاریک زرتاجی پیام و تاجی ارمانی است هزارانی بر بردیرم بودی است تاجی ارمانی است هزارانی بر بردیرم بودی است کردم خشت را ایامی نادانی گذشت من زنده کردم خشت را ایامی نادانی گذشت من تاجی ارمانی هدی هزارتی تو هم بر مردی رحمانی هم سباید تاجی ارمانی هم هدی هزار و صد هزار بر مردی رحمانی هم صد هزار بر مردی رحمانی هم بر مردی رحمانی هم
ای خرد و کلان پیشوای تاجیکستان زنده باش و جاویدان وحدت این محصولی مهنت ها و رنجی پیشوا زحمتی او کرد آخر این وطن را گل فشان زحمتی او کرد آخر این وطن را گل فشان تا که این مردم به روزی روشنی وحدت رسید جانی خود را سربری کشور گرم ماندان زمان وحدت ارزش های عالی بهری این ملت بود سرور است و کشور است و پرچم و گیمن و نشان سرور است و کشور است و پرچم و گیمن و نشان جمله دستاوردهای ملت از وحدت بود وحدت آزادی و استقلال از دو هم زبان جمله آبادی و راه و نقب و ناب از وحدت است این همه گلگشت و باغ و سیرگاهی عاشقان این همه گلگشت و باغ و سیرگاهی عاشقان وحدتی ناموس و ننگی هر جوان مردی وطن فخری ما چون پیشوا بس زین زمین و زین مکان جمله اقدامی بزرگش روی دنیا را گرفت بهری وحدت باز شایان و به نام قهرمان ای نهانی وحدت امنیتی کشور یقین ای نهانی وحدت امنیتی کشور یقین بهری آسایش تمانی جان شرعی ما روا بهری وحدت باز شایان و به نام قهرمان بهری وحدت باز شایان و به نام قهرمان شنیدم این که تو رنجیدی از من شنیدم این که تو رنجیدی از من عجب میخواهی با نگویی اکنون چی کردم این که تو دل کندی از منو زیراهی وعده خود رفته بیرون چی کردم
شمع بهر آرامی جانم نویسم بر خودی تو تاکی مکتوب تو شم میبری من چون توانم بن از مارم در این جادوری مطلوب چی کردم این که تو دل کندی از منم زراحی وعدهی خود رفته بیرون از آن روی تو را سازم تماشا چی کردم این که تو دل کندی از من زراحی وعدهی خود رفته بیرون چی کردم این که تو دل کندی از منو زراحی وعدهی خود رفته بیرون بدخشانای آغوش کشاده از زرافشانای با چهره خندان زی بدخشانای آغوش کشاده از زرافشانای از غرم و حصار و وخش شادانای از غرم و حصار و وخش شادانای با مرز کلاب و زیابانای با مرز کلاب و زیابانای همه اتحاد بنیاد کنه خود رازی قرار و کیب آزاد کنه یاران همه اتحاد بنیاد کنه خود رازی قرار و کیب آزاد کنه خواهد بده خاطر شاد کنه دست بدهد وطن آباد کنه دست بدهد وطن آباد کنه با چهره خندان زی بدخشانای آغوش کشاده از زرافشانای با چهره خندان زی بدخشانای آغوش کشاده از زرافشانای از غرم و حصار و وخش شادانای از غرم و حصار و وخش شادانای با مرز کلاب و زیابانای با مرز کلاب و زیابانای
اگر در وطنی ای بلبلی زار دور اگر از چمنی ای یاری عزیز اگر در وطنی ای بلبلی زار دور اگر از چمنی در یادی منی بگر کی به یادی منی در یادی منی بگر کی به یادی منی در یادی منی یادی منی یادی منی در یادی منی یادی منی یادی منی با چهره خندان ز بدخشانای آغوش کشاده از زرافشانای با چهره خندان ز بدخشانای آغوش کشاده از زرافشانای از غرم و حصار و بخش شادانای از غرم و حصار و بخش شادانای با مهرز کلاب و زیابانای با مهرز کلاب و زیابانای با مهرز کلاب و زیابانای دوستان با هم بسازد این زمانی وحدت است هم دل و هم درد بودن جسم و جانی وحدت است حسن نیروی وطن را بکند وحدت فزون تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است آنقدرها وحدتی سرد و زبانی ساختیم آن همه اکنون دیگر زهر بخانی وحدت است مردمی ختمان و رشتانند از یک خاک پاک آشنایی هایشان در آشانی وحدت است در بدخشان و زرافشان در حصاری شادمان خوششناسی و خود افروزی توانی وحدت است در بدخشان و زرافشان در حصاری شادمان خوششناسی و خود افروزی توانی وحدت است دوستان با هم بسازد این زمانی وحدت است هم دل و هم درد بودن جسم و جانی وحدت است حسن نیروی وطن را میکند وحدت فزون تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است مرز بخشان و زمین های برومندی خوجند خورم و سرسبز است آب روانی وحدت است تاجیکستانی افتاد از دور از هم دیگر از پریشانی خود در آرمانی وحدت است اکی سوزی به امیدی فروغی کشور است در زبان و دل یکی بودن نشانی وحدت است اکی سوزی به امیدی فروغی کشور است در زبان و دل یکی بودن نشانی وحدت است دوستان با هم بسازد این زمانی وحدت است هم دل و هم درد بودن جسم و جانی وحدت است حسن نیروی وطن را میکند وحدت فزون تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت
وحدت است. تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است. تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است. رخسار مهی انور ای لاله لبت گوهر امان به نظر آمد. ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لاله لبت گوهر امان به نظر آمد. سیه خونار ای شهد و شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد. ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لاله لبت گوهر امان به نظر آمد. ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لاله لبت گوهر امان به نظر آمد. مقدوم گلی گفت ای جان جانان به نظر آمد. ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لاله لبت گوهر امان به نظر آمد. ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لاله لبت گوهر امان به نظر آمد. مستان به نظر آمد جانان به نظر آمد. رضوان به نظر آمد مستان به نظر آمد جانان به نظر آمد. رضوان به نظر آمد جانان به نظر آمد.
پیوندیم، هموطن هستیم و خرسندیم، هم تن مورش پیوندیم. با تمامی مردمی دنیا همدم و غمخوار و دلبندیم، با تمامی مردمی دنیا همدم و غمخوار و دلبندیم، همدم و غمخوار و دلبندیم. وحدت ما اقتداری ما، وحدت ما افتخاری ما، وحدت ما اقتداری ما، وحدت ما افتخاری ما، افتخاری ما. تاجیکستان خاکی اجدادی، مرزی بخت و کشوری شادی. تاجیکستان خاکی اجدادی، مرزی بخت و کشوری شادی. از پریشانی تو ایمین باش، در قبای سبزی آزادی. از پریشانی تو ایمین باش، در قبای سبزی آزادی، در قبای سبزی آزادی. وحدت ما اقتداری ما، وحدت ما افتخاری ما، وحدت ما اقتداری ما، وحدت ما افتخاری ما، افتخاری ما، افتخاری ما. وحدت نشان غیرتی مردان ملت است، وحدت بقای دولت و فردای ملت است. وحدت نشان غیرتی مردان ملت است، وحدت بقای دولت و فردای ملت است. وحدت پس از جدایی و رزم و نفاق و کین، وحدت پس از جدایی و رزم و نفاق و کین. اقبال به نظیر خدا داد ملت است، اقبال به نظیر خدا داد ملت است. اقبال ملت است، فردای ملت است. اقبال ملت است، فردای ملت است. وحدت نشان غیرتی مردان ملت است. اعمال صلح و وحدت ملی به حرف صلح، انسانی به نظیر خداگاه ملت است. اعمال صلح و وحدت ملی به حرف صلح، انسانی به نظیر خداگاه ملت است. با دست و قلب پاک و شریف سربری وطن، حامی صلح و وحدت و پیشوای ملت است. با دست و قلب پاک و شریف سربری وطن، حامی صلح و وحدت پیشوای ملت است. اقبال ملت است، فردای ملت است. اقبال ملت است، فردای ملت است. وحدت نشان غیرتی مردان ملت است. وحدت ستون دولت
تأمین نمودن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی که از اجلاسی 16 شورای عالی مملکت سرچشمه میگیرد، برای خط مخالفت مسلحانه و جنگ و خونریزی سرجمعی ملت تاجیک به وطن برگردانیدن گریزه ها، بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی و تأسیس نظام حقوقی عدالت پیشه اساس مستحکم داشت. مردم ما خصوصاً نورسان و جوانان باید همیشه در یاد داشته باشند که وحدت ملی تاجیکان سهل و آسان به دست نآمده است. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت و همدیگر فهمی به مردم تاجیکستان در نتیجه سعی و تلاش شبانه روزی فرزندان آگاه و بیداردل ملت مذاکرات بسیار مشکل و طولانی و همزمان با این بر عوض جان هزاران نفر جوانمردان صادق و وطن دوست میسر گردیده است. باور دارم که خرد و بزرگ کشور می‌باید است تحت پرچم استقلال و آزادی تمام کوشش و تلاش خود را به خاطر پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسایش هر یک فرد مملکت سفربر می‌سازند. بار دیگر کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را با افتخار روز وحدت ملی تبریک گفته با هر یک ساکن کشور پیش از همه سلامتی، صلح و آرامی، اقبال بلند، فیض و برکت و به تاجیکستان محبوبمان وحدت جاودانه آرزو می‌نمایم. جشن وحدت ملی مبارک باشد هموطنان عزیز. پیشوای ملتی پرشان ما، تاج بر امام علی رحمان ما. پیشوای ملتی پرشان ما، تاج بر امام علی رحمان ما. صلح و وحدت را نموده برقرار، خاک شادی میرسد از هر کنار. صلح و وحدت را نموده برقرار، خاک شادی میرسد از هر کنار. در همه جا با شما هستیم ما، جان به جان سخت پیوستیم ما. در همه جا با شما هستیم ما، جان به جان سخت پیوستیم ما. ما دیگر خلقی پریشان نیستیم، ما دیگر سرسان و حیران نیستیم. ما دیگر خلقی پریشان نیستیم، ما دیگر سرسان و حیران نیستیم. مردمی با نگناهان ما، آریان را نام برداریم ما. مردمی با نگناهان ما، آریان را نام برداریم ما. آریان را نام برداریم ما. در همه جا با شما هستیم ما، جان به جان سخت پیوستیم ما. در همه جا با شما هستیم ما، جان به جان سخت پیوستیم ما.
خلقی تاجیک ملتی عالی نسب صاحبی فرهنگ و عرفان و ادب خلقی تاجیک ملتی عالی نسب صاحبی فرهنگ و عرفان و ادب با تلاش و جهد کوشش هایتان باز شد مشهور در روی جهان با تلاش و جهد کوشش هایتان باز شد مشهور در روی جهان باز شد مشهور در روی جهان در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما در همه جا با شما هستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما جان به جان سخت پیوستیم ما شکرانه بر زمینم صلح و سعادت آمد جای نقار و کینه مهر و محبت آمد با همین تنتنه های 27مین سالگرد روز وحدت ملی به پایان رسید. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشید.